اشاره خوبی کردید به اینکه یه حادثه رخ داده، یک انسان که میتونه یک کودک 6 ماهه باشه، مادر، همسر، نانآور خانواده، یا شاید هم کل اعضای خانواده. ما حادثه گاز گرفتگی داریم که 7 نفر اعضای خانواده همه با هم فوت کردن توی حادثه. حادثه. و تو کدوم شهر بوده میشه بگید؟ این 7 تا مربوط به استان فارس. استان فارس. چند سال قبل توی پردیس تهران پدر بزرگ و مادر بزرگی مهمان فرزندشون بودن توی پردیس تهران، شهر جدید پردیس تو جاده شمال، از آن میدونن. بله. آقای خونه میره سر کار، خوشحال از اینکه پدر مادرش اومدن و با خانواده هستن. مادر حالا میزبانی رو انجام میدن، اتفاق موضوع میفته سر اشتباه، سر یک غفلت، سر عدم آگاهی که اینجا میگن من و شما و همه مسئولیم، رسانه ها مسئولن. بله. بله. و این پادکست هم در همین راستا داره تهیه میشه، اون مسئولیت اجتماعی ما که این آگاهی رو بدیم حادثه رخ نده. دقیقاً. اگر اون خانواده این آگاهی رو میداشت، اون خانواده الان بودن. اما خانواده چه اتفاقی افتاد؟ دقیقاً. خونه کوچیک، وسیله حرارتی بخاری و آب گرم کن، دودکش مشکل داره که حالا تصاویر رو هم برای اینکه صرفاً گویایی نباشه تصاویر رو هم استفاده خواهیم کرد. بله، به اطلاع مردم خواهیم رسون. عکس های تلخی که همه مربوط به حادثه منجر به فوت متاسفانه. بعد از نهار و پذیرایی و تمام کار که انجام میدن یا حالا میزبانی، پدر بزرگ مادر بزرگ هستن. مادر خانواده که 2 قلوی عزیزی داشتن، اینا رو میبره حمام، اینا رو یکی میده بیرون، مادر بزرگ اینا رو خلاصه خوش میکنه و یکی میخوابن. در اثر مرور استفاده، روشن بودن بخاری، همزمان طولانی روشن بودن آب گرم کن توی فضای بسته‌ای که اشتباهات مکرر همه دست به دست هم دادن که چه حادثه‌ای رخ بده. پدر خانواده شب برمیگرده میاد که خب خوشحال با دست پر خریدم کرده، بیاد مهمانی پدرش مادرش، این پدر بزرگ مادر بزرگ اون 2 قلوها، بله. میبینه که هیچ کس در رو باز نمیکنه و این اتفاق تلخ اتفاق میفته. در رو میشکنن، میبینن که پدر بزرگ مادر بزرگ افتادن فوت کردن. اون 2 قلو که بعد حمام به خواب رفتن دیگه بیدار نشدن. مادر خانواده هم داخل حمام دچار گاز گرفتگی شده. وای. توی اینجا پرو مقدمه‌ای که شما گفتید، این حوادث خیلی خیلی تلخه. خب من قبل از اینکه وارد بحث بشیم این علت حادثه و چطوری جلوگیری بکنیم و مطرح بکنیم، یه سوال بپرسم، چرا لباس آتش نشانی پوشیدید؟ درود بر شما. من افتخار میکنم که اولا یه داوطلبم. انجوی جامعه ایمن و اون کارگروه هم که اشاره شد، بله. نزدیک 2 دهه فعالیت برای اینه که واقعا این آگاه سازی رو بکنیم، کار کاملا داوطلبانه و دلی، برای اینه که واقعا کاری بکنیم. این احساس مسئولیت وجدانی، این که من اگر میدونم که میتونم با قلمم، با قدمم، با بیانم، با همین تولید محتواها، با رادیو، تلویزیون، تهیه پادکست، تو این شبکه‌های اجتماعی و همه یه آگاهی بدیم که یک جان یک انسان نجات پیدا بکنه. تو این راستا خب نزدیک 2 دهه هست که با آتش نشانی‌های سراسر کشور که حالا شروعش از تهران بود همکاری‌هایی داشتیم. منم افتخار میکنم که در واقع لباس آتش نشانی تهران رو بر تن دارم. این لباس خیلی مقدسه. من همیشه خدمت عزیزان آتش نشانی گفتم، به عنوان مدرس ایمنی عزیزان آتش نشانی در سراسر کشور افتخار داشتم که سالیان سال همکاری داشتیم و همین الان هم همکاری داریم. و همینجا آگاهی اینه که به خصوص همیشه دارم میگم عزیزان آتش نشانی ایثارگرن، یعنی از جونشون میگذرن که میزنن به دل آتش. و اون جایی که عزیزانی که حوادثی رخ میده که میگه اون ماسکشو بیرون میاره، میده اون دختر کودکی که وجود داره و خودش فوت میکنه اما اون کودک نجات پیدا میکنه. لذا اینجا رو میخوایم بگیم که اینجا ما هم راستا و موضوع هستیم برای اینه که ما کمک بکنیم که یک انسان کمتر دچار حادثه بشه، چه فوت بکنه. یه حادثه دیگه در البرز رخ میده. بله. چند سال قبل این اتفاق چند ماه آینده تو کل ایران رخ میده. همه ماها میریم برای خونه تکونی. شب عید میشه، خب همه شروع میکنیم به گردگیری، خونه تکونی.
تو البرز چه اتفاقی میفته؟ هر سال هم این حادثه رو داریم، هر سال این حادثه رو داریم. پس خیلی یه مهمه حادثه که بشنوید با دقت. دقیقاً میان خب کمودا رو تمیز میکنن، میدونیم همه چه کاری. بله، توی حجت آشپزخونه کنی دیگه. دقیقاً توی آشپزخونه هم میرن، خانم خونه دستور میده، آقای خونه هم باید بگه چشم. میرن بالای چارپایی میذارن، دودکش آب گرم کنه در میارن که اون حواسمون هستا که اون کاشیای آشپزخونه دوده زده، سیاه شده. بله. دودکش رو در میارن که این دیوار رو تمیز بکنن. این بخار چربی هم که به این راحتی ها نمیره، هی بله. حالا بسا تمیز بکنن. بله. این کار رو انجام میدن ولی بعدن یادشون میره که این دودکش رو بذارن سر جاش. 4 نفر اعضای خانواده در اثر همین اشتباه ایستاده. اتفاق دیگه، اونایی که بخاری دارن خیلی مراقب باشیم. بخاری دم دسته. بله. یعنی بچه ها طبع کودکیشونه بازیگوشی و تحرک، و به خصوص تو آپارتمانایی که الان دیگه حیات نداریم، یادش بخیر. بله. بچه ها ناچارن، میخواد تو خونه میخواد بازی کنه، توپ داره و حتی حالا همه رو تقصیر من از گردن کودکان عزیزمون. آقای خونه یا خانم خونه یا فرزند خونه داره جارو برقی میکشه. بله. این برخورد میکنه به بخاری، یکم جابجا میشه. یکم جابجا میشه. این دودکشا با هم چفت و بست محکم نیستن، پیچ نداره. بله. پرچ نداره. یه تکون کوچیک، عکسایی که ما میشه منتشر میکنیم، این زانویی بخاری از توی بخاری یه ذره میزنه بیرون، یا این لوله بخاری از این زانویی پشت بخاری یا از زانویی داخل دیوار یه ذره میزنه بیرون و حادثه گاز گرفتگی و چند نفر قربانی. بله. سال 800 نفر، بازم میگیم تازه این آمار رسمی حداقلیه که پزشکی قانونی اعلام میکنه. تازه سالی 800 نفر کشته، نه 800 نفر دچار گاز گرفتگی. هزاران نفری که دچار پیامدهای دائمیش هستن، کند ذهنی، فلج مغزی، افتاده روی تخت بیمارستان. توی اصفهان حادثه دیگه چند سال قبل، این مربوط میشه به حدود دهه 80. دودکشا زیاد دیدیم. مخاطبین اونم اگه چک بکنن ممکنه خونه خودشون، عزیزانشون، بستگانشون این باشه، حتی همسایه هاشون. همه برای ما عزیزن. این رو منتقل بکنیم، پیام ایمنی رو بدیم. بله. دودکش هایی که قارچگونه از در و دیوار زدن بیرون، دودکش های بخاری، آب گرم کن. موضوع من دودکش های نسل جدید پکیج ها نیست که اون موضوعش بازش میکنه که فن دارن. شده دودکشایی که با طراحی غیر استاندارد و غیر اصولی از دیوار اومده. بله. اون ارتفاع لازم نداره. وسایل گازسوز، من اول این تعریف رو بگم برای موضوع افراد بدونن. یه سری محصولات لوازم گازسوز مثل اجاق گاز، بله. این خب اکسیژن خونه رو مصرف میکنه، گازهای آلاینده حاصل از احتراق هم تولید میکنه. بله. اما چون ظرفیت پایینه این حادثه ساز نمیشه، ولی نه اینکه بگیم هیچ خطری نداره. همون چند تا شعله گاز برای گرمایش روشن بکنید، گاز گرفتگی متاسفانه قطعیه، از اینم زیاد اتفاق میفته. یعنی من یه بار دیگه بگم اینو، یعنی گاز رو روشن بکنن، چند تا گاز رو روشن میکنن به جای اینکه شعله اجاق گاز برای پخت و پزه، بله، نه برای گرمایش. خیلی از خانم‌ها توی خونه این کارو میکنن. بله. یا اون اجاقای خوراکپزی کوچیک تو اتاق‌های کارگری چقدر ما حادثه داریم. کارگران عزیزی که توی اغذیه فروشی، رستوران، توی فروشگاه هستن و شب اقامتشون همونجاست. بله. وسیله گرمایشی هم ندارن، همون رو گذاشتن وسیله گرمایشی. و اگر سرد بشه، تو این ایام خیلی سرد و اتفاقاتی که سالها افتاده، درزبند همه جا رو میبندیم، اکسیژن خونه تموم میشه و حادثه گاز گرفتگی قطعی. اجاق گاز نیاز به دودکش نداره، اما نیاز به فرش ایر، جریان هوای تازه داریم. اون هود آشپزخونه باید کمک بکنه اینا رو ببریم. بله. اگر نه کسانی که در مدام جلوی گاز این بالاخره این دارن استنشاق اون گازهای آلاینده رو دارن. اون هود فقط به خاطر بوی غذا نیست. این گازها رو هم باید بتونه تخلیه بکنه. بله. همیشه میگن حتی اگه توی خونه هیچ وسیله گازسوزی ندارید، اما طبیعتا ما اجاق گاز به حداقل دیگه داریم. بله. تأمین هوای تازه، یعنی جریان ورود هوای تازه، این جزء الزامات برای سلامتی انسان. نمیگن اگه تو خونه بخاری دارید یه دریچه تأمین هوا بذارید. بله. نه، اصلا برای فرش ایر، هوای تازه، برای سلامتی مهمه، چون اکسیژن خونه رو ساکنین هم دارن اکسیژن خونه هوا رو مصرف میکنن، CO2 میدن بیرون. بالاخره این اکسیژن تموم میشه. حالا اگه تو اون خونه اجاق گاز هم شعله داره، اکسیژن مصرف میکنه.
بخاری هم اگه باشه داره مصرف میکنه، آب گرم اگه باشه مصرف میکنه. بالاخره این تمام چه بوکس اگه واحد مسکونی کوچیک باشه. حالا تو استانداردها میاد حالا که ظرفیت حرارتی خود بالاتر بره، میشه بخاری های معمولی و آب گرم کن های معمولی و پکیج های نسل قدیم که هنوز تو خونه مردم هستن، امروز یه تولید نمیشن. بله. اونهایی که هوای خونه رو مصرف میکنن و محصولات احتراق، یعنی اون چیزای خروجی این شعله، چون ظرفیت دستگاه هم بالاست حتما دودکش میخواد. بله. یعنی باید حتما دودکشی که استاندارده و با محیط باز ارتباط داره، باید استاندارد بره بالای پشت بام. ارتفاعش خیلی مهمه. حالا خیلی مهمه. خیلی مهم، نمیخوایم اینا بپردازیم. بله. حالا نکته‌ای که وجود داره، برخی از محصولات گازسوز دودکش ها اصلا بهش میگیم مکش طبیعی، نچرال درفت. این یعنی فنی پشت این دودکش نیست. نسل قدیم عمدتاً. نسل قدیم تمام بخاری‌های تو خونه‌های مردم هست، آشنا هستیم. همین بخاری معمولی، آب گرم کنای معمولی، دودکش داره دیگه. بخاری ها سایز 10 دودکشش، آب گرم کنا باید سایز 15 باشه. حالا تو برخی ظرفیت‌های کوچیک سایز 10 هم هست. بله. پکیج های سایز 15 اجباری بود تو اون پکیج های قدیمی. اینها این محصولات احتراق داغه و باید میل به حرکت به سمت بالا داره، اما حداقل باید 3 متر ارتفاع عمودی داشته باشه. کمتر از 3 متر باشه مکش نداره. مکش در واقع مکش خوبی اتفاق نخواهد افتاد. اگر ناچاریم یه جایی طول افقی بدیم اصطلاحاً، که نباید افقی، حتما باید شیبه به سمت بالایی داشته باشه، حتما چند برابر این باز طول دودکش رو بیشترش بکنیم. خب اینها معضلی که داریم واسه هم اشاره بکنم، اون حادثه که تو اصفهان اتفاق افتاده، ساختمان دودکش استاندارد نداره به هر علتی، یا ظرفیت پکیجی که انتخاب کردیم کمه، جوابگوی سرمایه زمستون نیست، ساختمونمون هم که عایق نیست، پنجره‌ام که دو جداره نیست، موتورخونه هم جواب نمیده. بله. و میریم به سمت این که اون شما اشاره کردید یه بخاری کمکی رو میاره استفاده کنه. تو مسکنه میرم اون اتفاقی که زیادم افتاد. بله. خب بخاری این دودکش میخواد چیکار بکنه؟ یا به اشتباه یا از پنجره میده بیرون، یا دودکش تو ظرف آب میذاره که این اصلا مرگبار. فکر میکنن قلیونه، یعنی اصلا یه تصور غلط. میگم میره داخل آب و حل میشه. اصلا اگر توی جاهای بزرگ دیدیم که این خودش بدآموزی بزرگی هم تو سالن اجتماعات بزرگ دیدیم، توی مساجد متاسفانه دیدیم و میبینیم، و این بدآموزی باعث میشه که مردم فکر میکنن پس حادثه رخ نمیده دیگه. با اون تو فضای کامل بازه، اگر نه یه دستگاه CO سنج ببریم، گاز CO داره متصاعد میشه و این دستگاه آژیر میکشه. بله. حالا تو خونه کوچیک این منجر به حادثه میشه. این خیلی زودتر رخ میده. بله. خیلی بیشتر هم اتفاق میفته. خیلی از این مواردی که دودکشو میذارن از پنجره به قول شما تازه بده بیرون، بله. فکر میکنن شاید باز ایمن‌تر از دودکش تو ظرف آبه، اما اونجا حوادث متعددی که عکساشو نشون خواهیم داد، همه عکسای منجر به حادثه مرگبار مرگ خاموش. این تصاویر همین الان داره پخش میشه، همین الان میتونید ببینید. بله. این موارد، این دودکش مکش دیگه نداره، کلاهکی نداره. توی اصفهان این دودکش طبقه دوم یا سوم از بالکن زده بیرون، باد میاد، طبقه بالایی یه ملافه روی رختاویز بوده، باد اینو پرتاب میکنه میاد دقیقا روی دودکش طبقه پایینی که غیر استاندارد رها شده. ساکنون اون خانواده دچار گاز گرفتگی مرگ خاموش میشن. هیچ کس کی مقصره؟ بله دقیقاً. چرا؟ چون دودکش اونجا نباید رها میشد. یا توی تهران سال 86 اتفاق تلخی میفته، خانواده میرن عروسی، تو عکس رو میبینیم، دودکش از پنجره زده بیرون، تو گوشه رها شده، حتی کلاهی اچ نداره که غیر استاندارده. اما بدتر از این چی اتفاق میفته؟ اینا میرن عروسی، اون شب هم برف میاد داخل این بخاری هم که دیگه یا رو دمای کم گذاشته بودن یا خاموش، میاد اون زانویی که بیرون ساختمانه اون رو کامل یخ میزنه و دیگه یخ زده است. اینو آخر شب بعد از حالا عروسگردانی و همه میان داخل خونه و بخاری روشن میکنن، دودکش در اثر یخ زدگی برف مسدوده و دیگه صبح بعد عروسی بیدار نمیشه. زوجهای جوانی که شب عروسیشون دیگه فردا صبح بیدار نمیشن، یا
عروس خانم دچار گاز گرفتگی و مرگ قطعی شده. آقای داماد زنده مونده ولی دچار زندگی نباتیه. چرا دیدیم بعد به هر داستان، به قول فرانک داستان واقعی، میان میخوان اتاق خونه عروس رو بچینن، یه گروه میرن آشپزخونه جهیزیه رو بچینن، یه عده میرن نمیدونم حال و پذیرایی، یه دم اتاق ها و همه. اینو من به عینه دیدم. بخاری هم گذاشتن، بخاری دودکش هم رنگی به اصطلاح خودشون گرفتن، با رنگ بخاری ست کردن، یه ربانی هم گذاشتن که همه چی رو زیبا کنن و همه. اما اصلا فکر نکردن که این خونه از چند ماه قبل یه نگاهی بکنیم این دودکش، این مسیرش بازه یا نه؟ اصلا بالای پشت بام این دودکش اصلا راه داره به بالای پشت بام؟ کلاهک یا داره؟ کلاهک داره یا احتمالاً کلاهک افتاده، نخاله های پرنده، ساختمانی، نمیدونم خیلی لونه چیزا. پرنده و اون مسدود شده است. همه همه شادن فردا عروس دامادم میخوام برن پاتختی و مراسمی که داریم و الی آخر، و دیگه اون عروس داماد صبح دیگه بیدار نمیشن. اینا زنگ خطره برای تک تک ماها. اگر تو خونه هر وسیله گازسوزی که داریم، تأکید میخوام بکنم، اگر فکر میکنیم تو خونه موتورخونه مرکزی داریم، فکر نکنیم در امانیم. باز نمودار و عکسایی نشون میدیم از گاز گرفتگی های دست جمعی توی ساختمان ها از تهران. موتورخونه در جایی که طراحی شده، همون که جای اشاره کردیم خشت اول، طراحی، جانمایی، اجرا، نظارت و همه موارد معضلی میشه. دودکش موتورخونه‌ای که بسیار پرقدرته مسدود بشه یا کلاهک اچ بیفته، یا توی ساختمانی میخواستن بالای پشت بام ایزوگام کنن، دودکش رو ور میدارن که زیرش رو ایزوگام بکنن، بعدن اونجا رو ببرن دوباره کلاهک اچ رو بذارن، باز یادشون میره. به همین سادگی. آقای دکتر، من یه سوال دارم. شرکت لورج، خب شما مدیر مسئولیت‌های اجتماعی هستین توی این مجموعه، همزمان مدیر توسعه بازار هم هستین. حالا بیرون از این مجموعه مدیر عامل انجمن جامعه ایمنی کشور و رئیس کارگروه ملی پیشگیری از مرگ‌های خاموش هم هستید. من از یه شرکت دیگه قبلا پکیج خریدم یا اصلا میخوام بخرم ولی نمیخوام از لورج بخرم و نمیدونم که آیا این ساختمان من اون استانداردی لازمو داره یا نه. نمیدونم مثلا باید چیکار بکنم. حدس میزنم که ممکنه ایراد داشته باشه. سایز لوله رو نمیدونم، ارتفاع رو نمیدونم، هیچ استانداردی رو نمیدونم. آیا لورج بهش کمک میکنه؟ من کمک میکنه؟ ما حتما این آگاهیه رو میدیم. اخیراً هم تجربه زیاد اتفاق افتاده، مشتری تماس میگیره، پکیجش فرسوده است. امروز پکیجایی که تو دهه 70 و 80 نصب شدن، هر وسیله گازسوز، هر وسیله حرارتی، هر کالایی یه عمر مفید داره. بله. بوز همون پکیجای با دودکش‌های نچرال درفت، اینا دیگه خب فرسوده شدن، راندمانشون اتفاقا پایینه. یعنی داریم این پکیج دیگه جواب نمیده، هم ناایمن ممکنه شده باشه و همین و ضمناً زیاد میشه، هی قطع میشه، خیلی اتفاق میفته. و ضمناً استاندارد تولید و مقررات ملی ساختمان هم بازنگری شده. اون پکیج در سال فرض دهه 80 نصب شده، اون زمان طبق استاندارد اوکی بوده، اما علم افزایش پیدا کرده، این حوادث درس‌آموز شده، استانداردها ارتقا پیدا کردن و امروز دیگه ممکنه با همون شرایط دیگه نشه نصب کرد. بله. تماس میگیرن با مرکز تماس شرکت 031 340 30 یا نماینده خدماتمون یا خود مشتری تماس میگیره، اصلا کد پذیرش میخواد بگیره یا پکیج موزه نصب بشه، به خصوص خونه‌هایی که زیربناهاشون کوچیکه. بله. در مقررات ملی ساختمان شفاف اومده در واحدهای مسکونی زیر 60 متر، چون فضا کوچیکه، حساب کنیم خانواده‌ای بخوان 9 شب بخوابن تا صبح، ممکنه کمبود اکسیژن اتفاق بیفته، گازری اتفاق بیفته. شفاف الزام شده که هوای مورد نیاز برای احتراق باید از بیرون تامین بشه. یعنی الان اولا تو مقررات ملی ساختمان جدید بالای یک طبقه و 3 سقف که حالا میگه برای خونه‌های ویلایی ممکن تو روستاها موضوع باشه، بله. یعنی بالای یک طبقه یک واحدی دیگه اجازه انشعاب آب بخاری نمیدن. فقط یک طبقه یک واحد مقررات ملی ساختمان بله. که قانونه، اجازه انشعاب اونجا نمیشه الزام کرد که حتما برید سراغ پکیج و هرچی. بله. بالای یک طبقه تا 10 واحد پکیج حالا میتونه نچرال درفت باشه، میتونه و بهتره که
تایپ سی باشه بله که الان دیگه خوشبختانه تو کشورمون دیگه نچرال درفت کسی تولید نمیکنه، چون ناظرین نظام مهندسی هم مدافع اون هستن که اون کالا ایمن‌تره. بله یعنی هم دغدغه نصابا رو کم میکنه، دغدغه ناظرین رو کم میکنه، دغدغه تولید کننده رو کم میکنه و مهمتر از همه ایمنی مصرف کننده رو برای سالیان سال بیشتر تضمین میکنه اگر درست جانمایی بشه. آها یعنی نظام مهندسی طراحا درست نصب بشه، یعنی شبکه خدمات شرکت ها و اینجا امان از سرویسکاران متفرقه و غیر مجاز و درست بهره برداری بشه. یعنی من بهره بردار باید بدونم شرایط نگهداری ایمن این پکیج، این آبگمکن، این بخاری چیه. من همین می‌خواستم نقش لورچ رو می‌خواستم به هم بگید. ما اینجا اولا میگم به گروه های مختلف خودمون مسئولیم، میدونیم که آگاهی بدیم، آموزش بدیم، من تماس هزینه بگیرم میکنیم. ازتون بپرسم بله. که آقا من میخوام همچین کاری بکنم، سمینارهایی هم میگید برگزار کامل. میکنیم، بله آگاهی های میدیم. ممکنه مخاطبین همکار مساهمه هم نباشن یا ممکنه همکار مشترک چند شرکت باشن. بله من مسئولیت دارم که این آگاهی و این استانداردها رو به همه بگم، به خودم تلنگر بدم که اگه تا حالا رعایت نمی‌کردی بدون که این مثلا نمونه ممکن برخی از مخاطبین نگران هم بشن ولی اشکال نداره، برای اینکه اقدام بکنن، برای اینکه جون خودشون و عزیزانشون به خطر نیفته، چه خونه خودشون چه خونه عزیزانشون. تو بسیاری از خونه ها لوله های آکاردئونی، خرطومی، فلکسیبل بله. وجود داره، آبگرم کن، پکیج، بخاری من دیدم. به خاطر زیباییش که چون فلکسیبله، زی خیال باطل، اینا اصلا دودکش نیستند. اینا برای هواکشن نه برای دودکش. دقیقاً. به هیچ عنوان شما اینو نمیتونید چفت و بس کنید به پشت بخاری یا بالای آب گرم کنی یا پکیج. به هیچ عنوان نمیتونید داخل دیوار اینو چفت و بستش کنید. بله. پس اگر تو خونه ها دارید بذاریدش کنار، حتما با دودکش استاندارد جایگزین کنید. فروشندگانی که دارن این لوله ها رو به عنوان دودکش میفروشند یه احساس مسئولیت بکنن. حادثه ای رخ بده شما هم مسئولی. دقیقاً. که آموزش بدی هموطن از اینو برای چی میخوای استفاده بکنی؟ بپرسید. برای دودکش استفاده نکنی ها. بسیاری از جا برای این داره استفاده میشه. بله. یا دودکش های برای پکیج های تایپ سی در گذشته شفاف نبوده، الزام نبوده، آگاهیش هم نبوده. اساساً پکیج های تایپ سی برای کشور ما عمرش هنوز به 20 سال هم نمیرسه. بله. پس قبلش که نبوده که با تو استاندارد بیاد. پکیج های تایپ سی استاندارد میگه، یعنی دیفالت طراحی این محصول که فناوری اروپایی داره، اصلا طراحیش فرق نمیکنه پکیج لورچ یا هر پکیج داخلی یا اروپایی. بله. طراحیش واسه اینه که با دودکش دو جداره همه ور، دو لوله داخل هم، با یه فناوری بسیار پیچیده و بسیار ایمن، با سنسورهای ایمنی بسیار عالی نصب بشن. مکش بیشتری ایجاد میکنه. این سیستمش به چه صورته؟ بله بله. چون هم برای من سوالی شده هم برای درودن. مخاطبان. اونجایی که میگیم نچرال درفت، گفتیم مثلا بخاری معمولی، آبگرم کنه معمولی، اکسیژن خونه رو مصرف میکنن. پس اون وسیله رقیب من و شماست توی خونه در مصرف اکسیژن. بله. و تازه به ازای هر 1 متر مکعب گازی وسیله مصرف میکنه 10 تا 15 متر مکعب هوا مصرف میکنه. عجیب. یعنی یه بخاری که فرض کنید 8 متر مکعب در ساعت مصرف میکنه، یا آبگرم کن دیواری محفظه احتراق باز، یعنی باز مشخصه، بله. بله. با مدودکش معمولی ها 2.5 متر مکعب در ساعت مصرف میکنه، یا پکیج های معمولی که 2.5 تا 3 متر مکعب گاز مصرف میکنه، اینو ضرب کنید در 10 تا 15 متر مکعب، یعنی اگر 1 ساعت بخاری روشنه، حالا ضرب بکنید در 15 برابر آبگرم کن، اگر 1 ساعت روشنه یا پکیج 1 ساعت روشنه 2.5، حالا اینو ضربش بکنید در 10 تا 15 متر که هوا، بالاخره تموم میشه دیگه. بله. حالا نسل جدیدی که خوشبختانه اومده امروز تو بخاری ها هم هست، تو آبگرم کن ها هم هست، تو اما فناوری جدید اصلش با پکیج وارده. بله. دهه 80 وارد شد. بله. اینا محفظه احتراق بسته است. روم سیلد، ROOMSEALED، محفظه احتراق بسته است، کوره بسته یا هرماتیک هم بهش میگن. این یعنی
دیگه هوای خونه رو مصرف نمیکنه، کاملا سیلده. میشه تو فیلم هم نشون داد محتواها که مثلا پکیج تایپ سی لورچ چطوری اصلا سیلد بودن یعنی چی بله. و حالا چه تفاوتایی با محصولات دیگه داره، اما به هر حال کاملا بسته است، طراحی شده با یه دودکش 2 جداره. از جداره داخلی به قطر 6 محصولات احتراق با یه فن پرقدرت به بیرون شوت میشه اصطلاحاً، حتما محیط باز که سایز این دودکش چقدر میتونه باشه تو کاتالوگ وجود داره. بله. و حد اکثر سایزش هم بسته به قدرت فنه که اینجا من میگم مزیت ماست که ما این فن پرقدرت گذاشتیم که حتی تو ساختمان‌های بلند مرتبه هم خیالمون راحت باشه که این ایمن باشه، ایمنی بهره بردار رو تضمین بکنه، اندازه کافی پرتاب داشته باشه. و حالا چون خلایی که اتفاق میفته تو محفظه احتراق داره محصول پرتاب میکنه، هوای مورد نیاز برای احتراق رو از محیط بیرون، نه محیط خونه، از همون جداره دومش مکش اتفاق میفته میاد داخل محفظه احتراق. بله. لذا هیچ ارتباطی با هوای خونه نداره. این توربو شارژر ماشین تعیین. بله. این حالا طراحی شده که اینطوری نصب بشه، اما اگر موارد خیلی خاصی، نه عمدتاً که متاسفانه الان رایجه، بله. اگر موارد خاصی حالت با دودکش 2 جداره کوکسیال هم محور نشد نصب کنید، یه باز راهکار تو طراحی محصولم دیده شده که شما با سیستم 2 لوله مستقل و موازی، یکی محصولات احتراق رو باز با فن به بیرون پرتاب کنه و یکی هم هوا رو از یه جای دیگه، ممکنه اصلا اینا 2 مسیر متفاوت باشن. بله. اصلا این دودکش، ولی اینجا باید الزام اینه که حتما یک کیت تبدیل استاندارد بزنیم، حتما جنس استیل یا آلومینیوم. دودکش هم این 2 لوله هم حتما جنس استیل یا آلومینیوم که آلومینیوم قطعا گرونه، پس میگیم حتما استیل، یعنی اینجا گالوانیزه ممنوع نقطه سر خط. بله. اصلا استثنا نداره چون محصولات احتراق بسیار بالاست. اینو میتونه بسته به قدرت فن تا 10 متر 20 متر برای پکیج‌های لورچ تا 30 متر در پکیج‌های 24 کیلووات پرتاب کنه و هوای مورد نیاز برای احتراق رو هم از یه فضای دیگه، از شاید افقی، عمودی، از سمت دیگه کامل هوا رو تامین بکنه که این تو دفترچه ها مشخصه و هوا رو تأکید میکنیم از هوای خونه رو استفاده نکنید. یه سوال، این پکیج های تایپ سی داخل خود محیط خونه میشه نصب بشه، یعنی جایگزین پکیج های قدیمی بشه که مثلا تو آشپزخونه قبلا کار شده؟ من اخیراً با مدیر کل مقررات ملی ساختمان تو وزارت راه و شهرسازی جلسه‌ای داشتیم. قابل تقدیرم از ازشون جناب دکتر مانیفر، یه جلسه‌ای داشتیم برای اینی که اساساً پکیج جایگاهش داخل واحد مسکونیه. بله. نه بیرون. اگر بیرون می‌خوایم نصب بکنیم که می‌خوام ایمن‌تر باشیم، یه پکیج روم طراحی بکنیم. اگر نه پکیج روم هم طراحی نمی‌کنیم، حداقل داخل کابین عایق و محافظ بزنیم. بله، این پکیج‌های تایپ سی اگر درست و استاندارد تولید بشوند و توسط نصاب مجاز نصب و گارانتی بشوند، بله. که شرکت‌ها بازرسی دارن و کنترل میکنن، ناظرین گاز هم تایید بکنند، حتما داخل واحد مسکونی، حتی واحدهای کوچیک زیر 60 متر مطابق مقررات ملی ساختمان کاملا مجازه، چون ایمنه. اصلا ما توی سمینارها میگفتیم مدینه فاضله مهندسین ناظر گازه. آفرین. چون هیچ تبادل هوایی با خونه نداره. ضمن اون دودکش 2 جداره غیر از موضوعات ایمنی یک کمک بزرگی هم هست به راندمان پکیج برای کاهش مصرف انرژی. چطوری؟ هوای مورد نیاز رو شما از بیرون دارید تامین میکنید، نسبت به دلوله متفاوته. یا وقتی پکیج داخل بالکن میبرید، میخوام ببینم چه آسیب هایی داره که دیده نشده. هوای سرد بیرون، این ایامی تو برخی از نقاط کشور 5 درجه 10 درجه 20 درجه زیر صفره، هوای بسیار سرد میخواد بیاد وارد کوره این پکیج بشه. خب سرده، این چقدر این پکیج باید مدام روشن باشه، خود آب بسیار سرد که تازه یخ نزده باشه، هوای هم بسیار سرد، برای اینکه اون دلتاتی مورد نیاز و اون دمایی که تنظیم کردیم برای پکیج که 60 درجه 65 درجه که اینجا توصیه میکنیم خواهشاً برای اینکه همه مصرف کنیم و درست مصرف بکنیم، رو درجه 50 تا 60 درجه تنظیم بکنیم.
باید پکیج مدام و بیشتر کار کنه. فشار خیلی بیشتری بهش وارد میشه تا پکیج واقعا بخواد دمای هوا رو به اون دمای دقیقاً. استاندارد برسونه. مستهلک میشه، عمر مفیدش میاد پایین. بله. استهلاک دستگاه، یخزدگی، اونا که حداقل میگیم خواهشاً حتی به عنوان اقدامی که سرمایه گذاری به کمک میکنیم کاهش مصرف گاز، اگه داخل بالکن گذاشتید حداقل اینو بذارید داخل یه باکس. اتاقک، یه باکس منفصل. عایق واقعی، بله. نه عایق نمایشی، بله. که واقعا عایق باشه، کمک بکنه به هم عمر مفید دستگاه، هم مستهلک نشدن دستگاه، هم لانه نگزینی پرندگان. پرنده ها همه اینا رو داریم و راندمان دستگاه و ایمنی. یعنی حتی داریم تاکید میکنیم اگه پکیج رو داخل بالکن هم نصب میکنید، ما شرکت لورچ افتخار میکنیم که فرهنگساز این دانش ایمنی بودیم که پکیج رو اگر داخل بالکن هم نصب میکنید، این تصور غلط ناظرین و نصاب ها رو بذاریم کنار که فضای باز باید پس باشه دیگه و راحت لازم باشه نیست و- دودکش دوجه داره. کی گفته این حرفو؟ آفرین. هم ایمنی هم بهینه سازی. شما پکیج داخل بالکن بردید، الان میتونم بگم میلیون ها پکیج داخل بالکن نصبه با یه دودکش تکجداره سایز 6 گالوانیزه. حادثه هم رخ داده، همون چیزی که نباید باشه. همونا که نباید باشه و دانشی که باید شرکت ها میدادن و ندادن و تو مقررات ملی ساختمان بعد می بود که اون روز دانشش نبود، اما امروز دانشش هست و ما شرکت لورج در راستای مسئولیت اجتماعیمون افتخار میکنیم و مسئولیت اجتماعیمون میدونیم که این دانش رو نشر بدیم که اگر پکیج داخل بالکن هم نصب میشه، اینجا میخوام دست یاری دراز بکنم به یکایک ناظرین عزیز نظام مهندسی، ناظرین گاز و تأسیسات، بله. یکایکش اعضای محترم شبکه خدمات پس از فروش همه شرکت ها، هم برای دغدغه خودشون حادثه رخ بده سهمی گردن شماست. اون دیه حادثه که رخ میده موضوعات اقتصادی و دیه و زندان رفتن و همه اینا جای خودش، اما مهمتر از همه اینها جان یک انسان، بحث یک انسان در میانه. دقیقا. که ما غفلت کردیم، دانش رو نیاموختیم. حادثه رخ بده تو دادگاه هم میگن، شما میگی من نمیدونستم، میگه قانون میگه ندانستن قانون عدم جرم باعث این نمیشه که نافی مسئولیت شما نیست. بله. به ممکن شما بگید اینجا رو ناظر گاز تایید کرده، کی تایید کرده، من نصبش میکنم. میگه مسئولیت افراد قبلی نافی مسئولیت شما نیست. شما این نصاب یه حلقه ایمنی هستید، بهره بردار خودت نه. تو بالکن چطور ممکن حادثه رخ بده؟ سال تو منطقه بالای شهر تهران پکیج داخل بالکن نصبه با یه دودکش تکجه داره. ما تاکید میکنیم پارسال هم با کمک خود شما کلیپی رو ساختیم، خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. بله. برخی ما بازخورد دادن که این ضد تبلیغه، گفتیم نشر دانش ایمنیه. دقیقاً. شرکت لورج حاضره که مشتریشو از دست بده اما جونشو و ایمنیشو به خطر نندازه. اما مسئولیت اون میدونیم که میگیم عزیز من، هموطن من، به هر شرکت هم که تماس بگیری، به ناظر گاز تماس بگیر، به 125 آتش نشانی تماس بگیر، راهنماییت کنن، بیان ببینن تو این خونه شرایطی رو داری. اگر عزیز ما تو بخش خدمات پس از فروش ما، اگر نصاب مجاز ما میگه من اینجا اجازه نصب ندارم، ببخشید این برای خودش کیسه ندوخته. آفرین. این دنبال این نیست که شما رو اذیت کنه، نگرانه که حادثه رخ میده، با چه زبانی باید بگه. لذا این موضوعی که داریم تو بالکن هم که نصب میشه، احتمال مسدود شدن بالکن وجود داره. چطوری؟ هوا سرده، هزاران هموطن ما بالکن رو با پوش و پلاستیک و حتی اصلا کلا با پنجره میبندن. بله. بعضا حادثه رخ میده، بسیاری از پکیج، من میگم میلیون ها پکیج نصب شده، حتی دودکش از لبه بالکن بیرون نزده. شرکت لورج اگه سال گذشته شهامت به خرج داد، ریسک کرد، ریسک مانع فروش برای خودش ایجاد کرد که اگر میخوای تکجدار هم نصب بکنی حتما باید طبق استاندارد این دودکش حداقل 15 سانت از لبه دیوار بزنه بیرون که با جریان هوا این مسئله بره. بله. که اگر بهره بردار اینجا رو مسدود کرد، محصولات احتراق بره بیرون. بله. خب اما اینجا با تجربه دودکش هم رفته بیرون، حادثه گاز گرفتگی رخ میده تو منطقه 3 تهران.
تو اون بالکن تو فضای مسدود شده، دودکشم از پنجره اتفاقا زده بیرون، حواسش هم بوده که دودکش از لای اون پلاستیکه بزنه بیرون. بله. یه پیکنیکی داشته، حالا با هر استفاده موضوعی که میکرده و اونجا فضا هم بسته، نهایت میخواد 1 متر در 3 متر در 3 متر ارتفاع، این نهایتشه. بله. میشه 9 متر مکعب هوا. حالا پکیج هم فرض کنید پکیج داره هوا مصرف کنه، چون شما دو جداره نصب نکردین. بله. از بیرون نمیکشه هوا. گاز CO وارد اونجا نمیشه از پکیج. بله. اما اون پیکنیکه داره گاز CO تولید میکنه، هرچند در حد کم. مهمترش این هوا، پکیج 1 ساعت روشنه، گفتیم 10 تا 15 برابر داره هوا رو مصرف میکنه. بله. بعد از چند دقیقه این فردی که اونجاست دچار گاز گرفتگی میشه، حادثه رخ میده. پای نصاب برای فوت یک انسان گیره و باید درصدی دیگه پرداخت کنه. پای ناظر گاز برای درصدی گیره، چون جان یک انسان در میونه. بله. شما اگر نمیدونستی، ندانستن نفی بر مسئولیتت نیست. بله. مجری ساختمان، مجری گاز، بهره بردار، همه سهیمن. من اینجا میخوام بگم رسانه ها هم سهیمن. آها. همین میخواستم بگم. من و شما هم سهیمیم. کیا شرکت سهیم لوت نیستن؟ همه سهیمن. همه سهیمیم. ما تو اون کارگروه ملی پیشگیری از مرگ‌های خاموش 2 نشست ملی برگزار کردیم سال 96 و 98. بله. مدیران 6 وزارتخونه و انجمن‌ها و تولید کننده ها و سازمان‌های مختلف، استاندارد، صدا و سیما، نظام مهندسی، وزارت کشور، 6 وزارتخونه مسئولن. وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت مسکن، حالا اون موقع وزارت مسکن ولی وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش. شما متولی آموزش هستید، فرزندان ما باید اینا رو یاد بگیرن. بله. سفیر ایمنی بشن تو خونه ها. وزارت کار برای محیط‌های کارگری و محیط‌های کار و تمام دستگاه رو جمع کردیم. دادستانی کل کشورم یاری طلبیدیم، رسانه‌ها رو یاری طلبیدیم، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رو یاری طلبیدیم. همه بیایم اول هم فکری کنیم. این حادثه‌ای که رخ میده، سال 800 نفر فوت داریم که خیلی هم تلخه. چرا؟ معمولا سازمان‌ها میان پاسکاری میکنن. آره. نمیخوام نام ببرم، من در نقش فلان سازمانم. بله. من آتش نشانی نقش دارم از صورت پیشگیری، آموزش و هرچی. بله. اما سلسله سازمان‌هایی کوتاهی میکنن، آگاهی نمیدن و همه تو اونجا که قرار میگیریم همه سعی میکنیم بگیم من مقصر نبودم، سازمان مقصر نبوده، فلان سازمان مقصر بوده. خب میگیم اشکال نداره، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. اما آخرش بگو. برای زمستون امسال شما این سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، انجمن انبوه سازان، سازمان ملی استاندارد، وزارت سمت، آتش نشانی، صدا و سیما، رسانه ها، خبرنگاران، انجمن تولید کنندگان، انجمن و اتحادیه‌های فروشندگان، اتحادیه‌های تعمیرکاران، همه شما بگید دنگتون رو چطوری می‌خواید بپردازید که یه حادثه کمتر رخ بده، یه سفره 7 سین به خاطر فوت عزیزشون جمع نشه بگم ما امسال عید نداریم. لازمه که تک تک ماها، حتی اون کارگر عزیز خط تولید که داره پیچا رو محکم میکنه، حتی اونی که داره تو تولیدات زیرپله‌ای، کارگاه‌های غیر مجاز داره همین امروز آبگرم کن و بخاری غیر استاندارد تولید میکنه، داره دودکش غیر استاندارد تولید میکنه. دستگاه‌های نظارتی کجان؟ اداره استاندارد کجاست؟ اداره سمت کجاست؟ سازمان حمایت از تولیدات و مصرف کنندگان کجاست؟ چرا ما این همه تولیدات زیرپله‌ای داریم؟ تو کولر داریم، توی آب گرم کن داریم، توی بخاری داریم. بریم تو کف بازار ببینیم اصلا برچسب انرژی نداره. حداقل ها ایمنی رو زده. پس برگردیم به موضوعی که داشتیم تو بالکن. حادثه رخ داده و همه این مقصرن. چه درس آموخته‌ای داره؟ اگر پکیج رو میخوای داخل بالکن هم نصب بکنی، با دودکش 2 جداره نصب کن. بله. تولید کننده عزیز، شما مسئول این آگاهی رو به نصابات بدی، این آگاهی رو به فروشندهات بدی. نظام مهندسی، دفتر ترویج مهارت ملی ساختمان، این آگاهی رو به ناظرین، به طراحا بدیم.
ما به عنوان تولید کننده هم حاضریم این آگاهی و این دانش ایمنی رو بدیم. توی سمینارها در هر نقطه ایران عزیز حاضریم بیایم به مهندسین ناظرتون آموزش بدیم، رایگان آموزش بدیم، بیان گروه‌هایی در حد توانمون بیان تو آزمایشگاه تو خود تولید ببینن، این آگاهی ها رو بدیم که اگر پکیج ما داخل بالکن هم نصب بشه حتما با دودکش دوجه داره نصب بشه. تو بالکن دیگه بعیده بگه نمیشود دوجه داره دیگه. بله. اگر طراحی درست باشه و اگر استثنا هم یه طریقی نمیشه، باز هم دلوله‌ای هوا رو از بیرون بگیره که اگر بهره بردار اصطلاحا میگن باید آنتی پروف باشه، PROOF، یعنی میگن ضد احمقانه که بخواد خودکشی هم کنه نتونه خودکشی کنه. آفرین. شما نمیتونید این طرف رفته خودکشی کرده، من پای نصاب من ناظر گیره. بله متاسفانه گیره. حتی که خواست خودکشی بکنه نباید بتونه خودکشی کنه. آفرین. شما با دودکش دوجه رو نصب کن، یا اگر نبود دلوله‌ای نصب کن. لطفاً ما باز مروج این هستیم، به بهینه سازی این آگاهی رو دادیم، به وزارت نفت این آگاهی رو دادیم، به شرکت ملی گاز آگاهی رو دادیم که بیایم فرهنگ سازی کنیم. پکیج داخل بالکن حتی داخل یک اتاقک عایق نصب شه. چرا؟ هم ایمنی رو تضمین بکنه با دودکش دوجاری که گفتم، بله. و حتما از لبه بیزنه بیرون، و هم این که این کمک بکنه به راندمان دستگاه کاهش مصرف و کاهش گاز، مصرف کاهش گاز. به همین آلودگی هوا سادگی و همه اتفاقات دیگه پکیجا که رو مثبتن. بردیم داخل بالکن، عمر مفید دستگاه رو بردیم پایین، بله. استهلاک دستگاه رو تازه بردیم به بالا بهانه ایمنی این کارو به کردیم. بهانه ایمنی. اما یه راهکار ناقص، بله. این راهکار رو بیایم کامل کنیم. ما این دانش فنی رو داریم که برای همه این شرکت ها این دانش رو ترویج بدیم. ما مسئولیم. امروز 10 میلیون پکیج تو خونه های مردم تو ساختمان ها نصبه. بله. بخش عمده اینا داخل بالکن هاست. حتی سرمایه گذارانی میتونن بیان، میدونم صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی حاضرن بیان، ولی ما این دانش و آگاهی رو ندارن. این آگاهی رو شرکت لورچ میده. بیاید این پکیج ها رو، دونگ در حوزه ملی، حوادث شرکت بیاید لورچ این همین پکیج ها پادکست رو همینه. داخل یه کابینت محافظ عایق، بله. نهایت ممکنه بشه یه واحد مسکونی 2 میلیون تومان. بله. بیان یعنی هزینه‌ش رو فولاد مبارکه پرداخت کنه، صنایع فولادی پرداخت بکنن، بله. پتروشیمیا پرداخت بکنن. راندمان دستگاه حداقل 15 تا 20% ارتقا پیدا کنه. مصرف گاز میتونه به جای هر واحد مسکونی 15-20% کم بشه. بله. گاز صرفه جویی شده رو شما بندهای قانونی هم وجود داره، ماده 12. بله. برید گواهی صرفه جویی بگیرید که تولید کننده عزیزی که حاضره توی زمستون به نرخ آزاد 7000 تومانی و حتی 11-12 تومانی بخره، فقط گازش قطع نشه که کارگر عزیزمون بیکار نشه، اقتصاد کشور با قطع گاز و برق تو زمستون و تابستون دیگه نداره در واقع به قهقرا نره. چه چرخه خوبی. همین موارد همش مثبته. همینا مثبت. اگر همه ما تو اون زنجیره تولید کننده نقش داره، فروشنده نقش داره، استاندارد نقش داره، اداره سمت نقش داره، بله. نصاب نقش داره، طراح ساختمان، این مهمه. نفعش به قول شما برای همه ماست. کل ایرانه. دور این سفره‌ای هستیم که میگم همون داستان اون کشتی است. میگم من اینجا نشستم دوست دارم جای خودم رو سوراخ بکنم. همه با هم غرق میشیم یا همه با هم به ساحل نجات میرسیم انشالله. آقا خیلی خیلی متشکرم. سلامت باشید. این کاش این پادکست رو خیلی‌ها ببینن. نه فقط مردم، نه فقط مصرف کننده، مسئولین، نمیدونم شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی، هر کسی که هر کاری ازش برمیاد که توی این پادکست اشتراک شما شد. تاکید بکنم من به عنوان مدیر مسئولیت اجتماعی شرکت لورچ بله. با 28 سال سابقه تو این صنعت، این پادکست تبلیغاتی نیست. این نشر دانش ایمنیه. درود بر شما. نشر دانش فنیه که ما با 5 فعالیت این شرکت داریم، با مدیرانی که داریم، و همچنین چه در حوزه ایمنی و چه در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی. بله. با گام بلندی که شرکت لورچ پایه‌گذارش بود برای ارتقای استاندارد کولرهای آبی، حرکتی که مثل اون داستان تبلیه که شب میگن دزده اومد و تبل و دهلیم یه صداش فردا بلند میشه. میاد. بله. اقدام بزرگی ما انجام دادیم، بنیانگذار حرکتی بودیم از سال 1401 که بیایم رو ارتقای استاندارد، ارتقای راندمان کولرها کار کنیم. بله. در حالی که همین الان میتونم بگم به عنوان حرکت اجتماعی
وقتی شرکت میگم مسئولم، این در شعار نباید باشه، در عمل. ما پایه‌گذار حرکتی بودیم، آگاهی رو به وزارت نیرو و دولت و توانیر دادیم، به ساتبا و مجموعه ها، که بخش عمده از بحران برق تابستون تو 20 میلیون کولر آبی تو ساختمون هاست. اینو ضرب بکنید، همه فکر میکنن کولر گازیه. 20 میلیون کولر آبی ما داریم. تو کولر گازی ما دانش فنیش هنوز کشور ما نداره. بله ما منتاج کاریم هنوز. بله. اما تو کولر آبی تمام دانش فنیش وجود داره. گفتیم بیایید به این سمت، ما بیایم ارتقای استاندارد بدیم. در عرض کمتر از 1 سال تو دنیا هم بی سابقه بود، 2 دفعه که خود شرکت لورچ میزبان مسئولین توانیر بود، از ساتبا و توانیر هم بود، از اومدیم رو ارتقای استاندارد کار کردیم. 2 بار بازنگری شد و از دیماه سال گذشته دیگه گفتن تولید زیر رده A ممنوع است. ممنوعه. بله. اینجا با افتخار اعلام میکنم شرکت لورچ تنها شرکتی بود که حاضر بود بازارش رو از دست بده. میتونست کولر تولید بکنه مثل قبل با رده C و D. بسیار از مخاطبین میدونن ما یک کولر 8000 داشتیم، اصلا سکه بازار بود. بله. اما چون رده C یا D بود، رو داده رده C هم کار کرده بودیم. اما چون خودمون بانی حرکت بودیم که باید بریم به سمت تولید کولر A به بالا و اولین کولر رده A پلاس رو ما تولید کردیم. بله. A دبل پلاس رو تولید کردیم. A تری پلاس رو هم تولید کردیم. بله. اما سال 1403 که حدود 1 میلیون کولر آبی تولید شده، به نظر شما آیا کولر رده زیر رده A تولید نشده؟ من قاطعانه میگم بالای 90% تولیدات کشور زیر رده A بودن و با افتخار حاضر بوده یه بازار 90% رو از دست بده که خیلی از نماینده‌های فروش عزیزمون گفتن چرا تولید نمی‌کنید، چرا بازار از دست نمیدید؟ که چی بشه؟ مسئولیت اجتماعی یعنی چی؟ احسنت. اگه من این دانش رو دارم و این دانش رو به شبکه حاکمیت منتقل کردم و آگاهی دادم، خودم دیگه نمیتونم بیان دوباره در جا بزنم. بله. اومدیم 1 سال تولید نکردیم، امیدواریم برای سال آینده این دانش فنیش باید بره به سمت موتورهای BLDC. بله. یه دانش فنیه، شرکت دانش بنیان بیان مصرف رو بیش از 50 تا 60% کم میکنه. بله. اروپا داره میاد برای اینکه 1% مصرف انرژیش رو کم بکنه هزینه میکنه. 1%. ما تو کولرهامون با تعویض یک کولر فرسوده پرمصرف ناایمن، تاکید میکنم، بله. فرسوده پرمصرف ناایمن، برق گرفتگی، حوادثی که داره اتفاق میفته، حتی کلید محافظ جانش اون زیر پله‌ای نمیذاره. بله. کلید محافظ جان یعنی از ایمنیش زده. پس شما مطمئن باشید از پوشش ورقش زده، از ضخامت ورقش زده، از برچسب انرژیش هم کاملا زده. بله. بیایم به این سمت موضوع. هیچ نمیشه حساب کرد. هیچ نمیشه حساب کرد. ما میتونیم با انقلاب تو این صنعت، ما پیشنهاد کردیم وزارت نیرو که ما 10 تولید کننده صاحب نام میاریم پای کار. قرار نیست شرکت لورچ به تنهایی. بله. اما 10 شرکت صاحب نام که میتونند دوی با ماراتون موانع استاندارد رو پاس کنن. اصلا شما دارین استاندارد سازی تغییر میدید. بیان و بیاین کمک بکنیم، فرهنگ سازی کنیم. با 1 سال بگیم 1 میلیون. بله. دولت بیاد، تامین کننده بیان، بله. سرمایه‌گذارا بیان، هر شرکتی 100,000 تا رو بره جایگزین کنه. آفرین. من همیشه گفتم کاش اون جمله آخری 7 میلیارد دلار به خاطر تحریم ها تو کره داشتیم. بله. گفتم کاش دولت مردامون این آگاهی رو می داشتن که کل این 7 میلیارد رو موتور BLDC از کره وارد می کردن. عجیب. چند برابر اون 7 میلیارد دلار که بعد نره جای دیگه با بهره بانکی، تازه 6 میلیارد هم نصیب اون نشده که هنوزم نشده. بله. چقدر میتونست به ارتقاء راندمان کمک بکنه، بحران قطعی برق به صنعت رو کمک بکنه، خونه رو کمک بکنه و علاوه ما تازه صادر کننده برق بشیم. اگر این آگاهی رو بدیم،
این حرکت، این پادکست در همون راستای مسئولیت اجتماعی است، ایمنی و بهره‌وری انرژی که هممون مسئولیم، هر کدوم از ما در یک جایگاه. آقا سپاسگزارم. من از شنیدن صحبت شما سیر نمیشم. متشکرم. زمان سلامت محدودیت باشید. داشته باشه و خیلی خوب بود. سلامت از کجا باشید. رسیدیم؟ از حوادث گاز رسیدیم به بهینه‌سازی مصرف انرژی، بعد رسیدیم حتی به کولر و امیدوارم که همه شنونده‌های ما، همه بیننده‌های ما این پادکست رو هم دیده باشن تا انتها، هم به دیگران هم پیشنهاد بکنن ببینن و در واقع ناشر این آگاهی باشن و هم همیشه سالم و سلامت باشن. آقا خیلی خیلی متشکرم زنده از باشید. رجوع شما. امیدوارم که برای مخاطبین عزیزم جذاب باشه، همونطور که شما گفتید نشر دهنده پیام‌های اجتماعی باشه. درود بر شما. متشکرم. خدا نگهدار. خداحافظ.